من اینکه این امکانات داشتم ایران، حالا باید به اینجا به این روز بیفتم. رفقا که قربون صدقه من میرفتن میگفتم ما 5 میلیون دلار داریم میخوام با تو شریک بشیم. برای همچین که فهمیدم پول هیچی ندارم، همه رفتن که رفتن. گفتم ای دادی بیداد، همه دنیاش همش پوله. همینجور که مال و اموالم رو بردن من قصه خوردم، از این کار مردم بیشتر قصه خوردم. من چون سرپرست خانواده 6 نفری 7 نفری بودم، همش رو فکر می‌کردم که یک کاری بکنم که بتونم درآمد داشته باشم، بتونم هزینه‌مو جبران کنم. دیدم که بهترین کاری که من اینجا میتونم بکنم، نمیتونم برم توی شرکتی کار بکنم ساعت $10 بگیرم، چون انگلیسی یک کلمه نمیدونستم. من انگلیسی وارد نداشتم، با آشنایی با محیط نداشتم، با محیط اینجا آشنایی نداشتم، کردیت نداشتم، اعتباری نداشتم، هیچ کاری من نمیتونستم بکنم جز اینکه روی قدرت بازو خودم و فکر خودم، عقل خودم شروع کردم به کار. یه نفری. تنها چیزی که وارد بودم، حرفه‌ام بود، دوست داشتم، کار سبزیکاری و درختکاری بود که اولش چون محلی نداشتم، یه زمین اجاره مال خونه بود که قبلا اجاره کردم، 2 اتاق، رفتیم تو زمین و خونه از صاحبش اجازه گرفتیم، سبزیکاری کردیم. سبزی تره و جعفری و نعنا و تلخون و ریحون و شاهی و اینا رو تخماش از ایران اصلا میفرستادن توسط مسافر. من میکاشتم. این کار رو به صورت اول تمام مغازه‌های افغانی ایرانی که در بی ایریای سان فرانسیسکو بود، من مرتب یه رو در میون، دو رو در میون واسه خودم مسیر درست کرده بودم. این صندوق‌های سبزی میذاشتم، میرفتم تحویل مغازه‌ها میدادم. خداش نمیگفتم من حسین خداداد هستم که در تهران 10 تا 15 نفر آشپز و کمک آشپز و پیشخدمت و گارسون و دربون داشتم. اصلا همه رو فراموش کردم. وای میستادم اونجا، سبزی تحویل میدادم، $40 $50 پولش بود، میگرفتم باید مغازه دیگه میرفتم. اینی که از این نظر زندگی من شروع کردم، با خیلی با روحیه قوی، با پشتکار خیلی قوی، که رفتم گفتم که در ناامیدی ها بسیار امید هست، پایان شب سیاه سفید است. برای 1 سال ما وارد درختکاری شدیم. این که هر درختی که هر کجای دنیا بود، بیشترش مال ایرانه، همه رو آوردیم اینجا. همه، یعنی هیچ چی نیست که من نداشته باشم. هر چی شما بگی من دارم. الان مثلا انار ساوه بزرگترین فروشنده انار ساوه در آمریکا من هستم. الان تبع انار گرفته همه جای دنیا رو، به خصوص در آمریکا. این نارنج شهسوار بهترین نارنج بود که ما بررسی کردیم و آوردیم. چند نوع نارنج آوردیم، این نارنج بهترینه. این نارنج از شهسوار دادن، چقدر بار داره. اون طرف هست پر آب و خوش‌طعم و معطر. همه چی مرکبات اینجا داریم. اینا لیمو ترشه که بنازه میکنیم. لیمو ترش برای جهرم. بزرگترین خاصیت این لیمو ترش داره که استثناءً سالی 3 مرتبه در سال این بار میده. هیچ درخت مرکباتی نیستش که سالی 3 مرتبه بار بده. سالی 2 مرتبه هست، ولی لیمو ترش جهرم سالی 3 مرتبه بار میده. یه درختش معادل 3 تا درخت محصول میده. چند نفر اینجا بودن، اومدن خوزستانی بودن، گفتن شما کنار خوزستان میخواین؟ گفتم بله. گفت من شما داری؟ پرید باره از ذوقش. گفت کجاست؟ گفتم اینا اینجاست. من بردم نشونش دادم. گفت عجیبه شما کنار خوزستان داری. خودش هم عکسش گرفت برد رفته تو فیسبوک خودش گذاشته. یعنی که مردم بعضی لذت میبرن از محل اقامت خودش که یه چیز اونجا میخوردن، عادت کرده بودن، حالا میگن اینجا من بهشون معرفی میکنم، میگن نام داریم.
کنارا خیلی براش عجیب بود، خیلی خوشحالش بود. اینی که این درخت‌ها رو آوردیم و پیوند زدیم و سال به سال الحمدلله موفق شدیم و بیشتر در این کار ادامه دادیم و الحمدلله الان هم وضعمون خیلی خوبه، مشتری‌ها خوب داریم، تولید ما خیلی خوبه، فروش ما خیلی خوبه، الحمدلله خدا رو شکر. دولت آمریکا به من خیلی کمک کرده، هر اجازه میخواستم به من دادن، تا هیچ اشکالی واسه من نتراشیدن. هر جنسی بخوام از خارج میتونم الان وارد آمریکا بکنم و هر جنسی بخوام به تمام ایالت‌ها میتونم بفرستم، هم کنم الان حتی به خارج از کشور. امیدوارم که یه روزم باشه ایران مثل یک از این کشورها بشه، مثل سوئیس باشه، مثل کشورهای اسکاندیناوی باشه، مثل آمریکا باشه. روش کار من تو زندگی همیشه فعالیت بوده، کار بوده، کوشش بوده و همیشه امیدوار بودم. گر مرد به خود سخت نگیرد مرد است، با خودت اگر بلا پذیرد مرد است. مردن که مسلم است و میباید مرد، در زندگی هر کسی نمیرد مرد است. من لذت میبرم اینا که جوانه میزنه، میام اینجا صبح به صبح نگاه میکنم، میبینم این درخت پیوند خودم زدم یا کارگر زده، همچین که این شکوفه این پیوند از درخت میاد بیرون، بزرگترین لذت من میبرم. آرزو میده، خیلی خوشحالم میکنی. نه خیلی میوه های اینجا عین میوه های ایرانه، زیاد فرق نکرده. حتی انارش رو تشخیص دادن کسایی که اهل عرض کنم خدمت ساوه هستن، خودشون بزرگترین باغ دارن، میگن انار اینجا از انار ساوه بهتر شده. خیلی میوه هست اینجا که خیلی خوب شده، چون خوشبختانه آمریکا همه رقم آب و هوا داره، همه چی. یه نارنگی جدید درست کردیم، 2 ساله این نارنگی اصلا محصولش اومده بازار، واقعا بی‌نظیره. یه نارنگی هستش غیر نارنگی، 2 رقم هم توت هستش که نصف توت صورتیه نصفش سفیده، مثل چای 2 رنگی هایی که بچه بودیم میخوردیم ما، اونم به وجود ما آوردیم اینجا، از 2 تا نژاد مختلف زدیم پیوندش و میوهش 2 رنگ شده، یکی قرمز یکی سفید. 4-5 رقم پیوند هستش که هر فصل هم پیوند مخصوص داره. البته خوشبختانه در اون دیویدی تمام این پیوندها رو یاد میدیم ما به آدمای مبتدی، همه پیوندها رو گذاشتیم، حتی با عکس نشون میدیم، تو دیویدی هستش چجوری پیوند میذارن، چجوری از درختها رو هرس میکنن، چجوری تریم میکنن، چجوری درخت میکارن، چه کوتی میدارن، درخت چند سالشه، چند سال عمر میکنه، چه میوه میده، که موقع کود دادنشه، چجوری باید آب بهش داد، کدوم درخت کم آبه، کدوم درخت پر آبه، همه اینا تو دیویدی ما هست. خوشبختانه چیزی کم و کس نداره، اونو واقعا 2 سالی روش ما بیشتر زحمت کشیدم تا اینا رو به دست آوردم. ارزومو نمیدیم، پشت کار عجیبی داریم ما، اینقدر میزنیم تا بالاخره خوشحال میشه اون موقع که به هدف بخوره. واقعا تیم به هدف بخوره درست میشه، اون موقع دیگه بزرگترین خوشی و بزرگترین لذت میبره. حتی شب خوشی خوابم نمیبره که اینقدر خوشحال میکنه منو. همه عشق من این میوه ها و درخت ها سر میشه. قصه من کمتر خوردم، قصه کمتر دارم. هر وقت قصه داشته باشم، یه خود ناراحتی داشته باشم، میام با این درخت ها سر کله میزنم. بزرگترین موقعیتی که من داشتم
از نظر غم در دلم در دنیا اون موقعی که دخترم از دست دادم. صبح و شب میمدم تو این درخت‌ها که یه مقداری سعی کنم که فراموش کنم، ولی با اینکه فراموش نشدنی بود و فراموش نمیشه، برای من خیلی تسلی دل بود. برای من روحیه. با گلا و درختاتون درد دل میکنی؟ بله باشون خیلی ازشون میوه خوب میدن، شکوفه میذارن، پیوند میذاریم، جمع میشن، ازشون تشکر میکنم، بهشون سلام میکنم. فکر نکنید ما دیوونه هستیم، ما عشق همه. من چون خودم به گل رز و گل‌های علاقه داشتم، دیدم که به کار منم میخوره، چرا گل‌های رز رو تهیه نکنم. اینکه از گوش و کنار دنیا هر کجای گل معطر عطر زیاد داشت دنبالش رفتم و آوردم در آمریکا. الان در حدود 70-80 نوع گل رز داریم که یکیش در آمریکا وجود نداره، همه گلایش که من از خارج آوردم و با مخلوط کردن جنارشون گلایی هم از وسط اینا در آوردم که مثل گل پاولا یا مثل گل انور سادات. گلا رو چرا به نام اینا گذاشتم؟ چرا به نام داریوش گذاشتم، کوروش گذاشتم؟ ما یه فرهنگ واقعا میخوام بگم غنی داریم، تاریخ غنی داریم. ما تا کسایی که در دنیا در تاریخ ایران خدمت کردن، من جزء نوابغ هستن، به عنوان کوروش مثلا، داریوش چیه بود، افتخار ما ایرانیا باید باشه. اولین گل به نام نوروز گذاشتم. بعدم یکی ایران، چون ایران وطن ماست. از خودم میپرسم که حسین خداداد در لحظه‌های سکوت، خلوت و تنهایی به چه فکر میکند و کدام حسرت و پشیمانی و دلتنگی آزارش میدهد. من چیزی نمیخوام از دنیا با خودم ببرم، هیچ کی خواهش چیزی نمیبره جز نام نیکی، چی نیستش. ولی دلم میخواد لااقل تشکیلات من که درست میکنم مردم استفاده کنن، نه که الان به صورت 4 تا کارخانه من به صورت تعطیل در اومده. من دلم بیشتر میسوزه واسه تعطیلی کارخونه ها. 3 تا درمانگاه و 3 تا مدرسه در 3 شهر من درست کردم. چیزی که پشیمونم چرا عوض این پولایی که خرج کردم در راه دین که آخرم نتیجهش رو من دادن که همواره مصادره کردن، میرفتم دارالایتام میساختم، درمانگاه میساختم، مدرسه ایجاد میکردم، بیمارستان میساختم که لااقل مردم بتونن ازش استفاده کنن. حسین خداداد اکنون 80 و چند ساله است. از او میپرسیم که بعد از او بر آنچه به چنین زحمت ساخته است چه خواهد رفت. در آمریکا، محیط آمریکا طوری اینا بچه‌های بیشتر بچه‌ها پرورش پیدا کردن، کار پدر و مادر به خصوص کار پدر قبول ندارن. اگه جوای فروش هم باشه پدره، میگه من این شغل رو دوست ندارم، یه شغل بهتر میخوام. اینی که در آمریکا اکثرا اتفاق افتاده هیچ اولادی راه پدر مادرشون نرفته. ولی طوری الحمدلله شده که بعد از من هر کی باشه میتونه ادامه بده، اداره کار بکنه، میتونه. چیز محرمانه سری ما در زندگیم نداشتم. یه چیزی که برادرم دارم میخواست همه یاد بگیرم. منم تا از دیگران یاد گرفتم و به دیگران هم میآموزم. این که بعد از من اینجا خاموش نمیشه. ثروت خیلی زیاد داشتیم، بعد خدا این ثروت از ما گرفت همه رو. بالاخره جای ثروت باید یه چیزی به ما بده دیگه. خوشبختانه مرض قند به ما داده، مرض فشار خون داده، اسیدوری که به ما داده، ناراحتی قلبی داده، همه اینجا مثلا نقرس داده. اینا رو به ما داده. الان که با اونا داریم سازگار هستیم و داریم میسازیم. دو تا چشم خوب داشتیم، بی خودی رفتیم برای دکتر، گفتیم آقای دکتر من مرض قند دارم، اثر رو چشمم نذاشته. گفت شما چشمات خوبه، فقط باید عمل جراحی کنی و برای خاطر آب مرواری داره چشم رو برداریم. من گفتم من ناراحتی ندارم. گفت نه باید حتما عمل کنیم. ما حرف دکتر باید گوش کنیم.
2 روز بعد 3 روز بعد رفتن چشمم که باز کردم رفتم پیش دکتر، دیدم یه چشم راستم نمیبینه. گفتن نرو چشم رو از بین برده. اون دکتری که عمل کرده. این در عمرم نه اهل شکایت بودم نه هیچی، به منم خیلی گفتم شکایت نکردم. اینی که ولی خب اون یکی چشم پلی دکتری رفتم عمل کردم. اون الحمدلله دیگه نه عینک میذارم نه چی، با یه چشم عرض کنم دارم میبینم. یه طرف هم خدا رو شکر میگن که همه از اول عمرشون گفتن که خدا کنه که همه دنیا رو با یه چشم نگاه کنی. من خودم با یه چشم نگاه میکنم. در ادامه ویژه برنامه نوروزی میزبان هنرمند